خطوط خطا یا خطوط نامنظم. ببینید هر خط نامرتبی که هر جا بکشیم از هر جایی که باشه میتونیم تبدیل کنیم به یه کاراکتر و واسه خودش میتونه اونجا زندگی کنه. میتونه یه موجودی باشه، میتونه یه ماهی باشه، میتونه یه انسانی باشه با چند تا لب و دهن و دندان. هر چیزی که فکر کنید ممکنه. یعنی هر نقطه و هر کاراکتر واسه خودش یه جایی داره زندگی میکنه که ما اونو جان بخشی میکنیم. میتونه 2 تا دهن، 1 دونه دهن، تعداد زیادی دهن، هر جوری باشه. حالا میتونیم اینو از این ور بکشیم. ببینید من حالا اینجا نماد انسانی برای شما میکشم، کاراکترهای انسانی، ولی حیوانی هم میشه. اینجا نمونه‌های دیگه هست. ببینید اینا خطوط نامنظمیه. مثلا فرض کنید یه خط اینجوری نامنظم میکشیم، تبدیلش میکنیم به یه موجودی. حالا اون موجود میتونه حیوان باشه، انسان باشه، میتونه ماهی باشه. هر چیزی که شما فکر کنید میتونه ممکن باشه. از هر طرف که بچرخونیم ببینید تبدیل به یه کاراکتر شده. باز یه خط دیگه نامنظم میکشم، ببینید باز تبدیلش میکنیم به یه موجود. اینجام یه دهن، اینجام یه دهن. ببینید هر چیزی که خواستیم تبدیل شد.